کیه؟ هستی من دلش میخواست کی باشه؟ سلام خانوما. وای امیر برگرد بابا اومده خونه. تو مگه زنگ نزدی گفتی هیچ کس خونمون نیست؟ باباتم آخر شب میاد. من اون موقع گفتم، همین الان اومد. من که 5 دقیقه هم نشد خودم رسوندم. میگه چیکار کنم؟ برو تو نفهمیدی. آخه من نمیدونم تا کی باید بیام تو رو اینجوری ببینم. بابا تو این 2 ساله یه آب خوش از گلوی من پایین نرفته. نه کوهی، نه دشتی، نه دمنی، نه چمنی. بابا تو این 2 سال جرأت نکردم دست زنمو بگیرم یه کافی شاپ ببرم. اون ناسلامتی تو هنو نامزد منی. البته فقط تا 10 روزه دیگه. تا 10 روز دیگه محرمیت تموم میشه. به قول بابا آره. خب بابا بزرگترا رو خودم جمع میکنم تمدیدش میکنیم دیگه. این دفعه اسم تمدید رو بیاری بابام اول منو میکشه بعد تو رو. نمیدونم شاید اول تو رو. حالا برو زود باش، برو تا رایدتت. باش. گلو کجا میبری؟ دارم میبرم بذارم سر قبرم. شوخی کردم بابا، بیا. من یه حالی از تو بگیرم کبابت میکنم. من دیوونم؟ حسابی کفشت خروز میکنه هستی ها. نکنه آبتون رو راضی کردید. نه هنوزم پاشو کرده توی یه کفش میگه به مطرب جماعت دختر نمیدم. آقا جونتون فرمودن من مطربم دیگه. آره بله. خدمتشون عرض میشه که نامزد من بازیگره. خودت هم میدونی من تو این چند ساله چقدر زحمت کشیدم بابت کارم. بله. صدا چی بود؟ وای امیر، آقا جونه. وای امیر، آقا جونه. دیوانه خودت نگاه کن ببین آقا جونه. دیوانه خودت نگاه کن. آقا جونه هستی به جون خودت آقا جونه. هر چی کار کنی بدبخت نمیکنه ببینه تو رو. هرگز زیر مشت نگه میگیره. خدا برو. خیلی خوب به خودت مسلط باش. میخوام بعد 2 سال جلوش وایسم. دیوونه میکشدت. برو یه جایی. کجا آقایم شم؟ کجا برم؟ چه میدونه؟ برو پاشو. ببین یه گلدونی چیزی همین مالا بکن رو سره. ببین از این 20 یه بزن چشه. امیر برو دیگه. هستی بابا. سلام. هستی بابا. بله سلام آقا جون. سلام بابا جان، حالت خوبه؟ بله. این گل چیه؟ این خوبین؟ نکنتون نبوده منی بچه مطرب اینجا بوده ها؟ نه آقا جون، مگه من به اون اجازه میدم اصلا بیا اینجا؟ خدا رو شکر که اینجا نبوده. اگر نه هستی؟ مامان کجاست؟ بسم الله. خب نگفتی بابا مامان کجا رفت؟ خونه همسایه. مرغ و خروس تو خونه است؟ نه آقا جون، از تو کوچه میاد. حاج آقا آقازاده صفا بودن به حرمت خودتون قطعش کرد. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. والده یه پیغامی داشتن برای خاله جون. من گفتم بیام خدمت شما عرض بشم. حرف نباش. بنده برای شما قدغن نکرده بودم که 2-3 کیلومتری منزل پیدات نشه. گفته بودم یا نگفته بودم؟ حرف نباشه. گفته بودم یا نگفته بودم؟ گفته بودم اگر کمدینی برای خودت باش. من به کارهای کمدیا طنز نمیخندم، به کارهای تو نمیخندم آقا جان. گفته بودم یا نگفته بودم؟ حرف نزن، فکتو بیارم پایین پدر سوخته. بنده گفته بودم که من از جلف و جگولک بازی و از این حرفا خوشم نمیاد. گفته بودم آقا یا نگفته بودم؟ بله حاج آقا. حرف نزن حاج آقا. حرف نزن حاج آقا آخه جلوی شما نمیشه که نامزد بازی کرد. چه گفتی؟ نامزد بازی؟
پدر سوخته مگه اینجا فرنگه؟ حاجی نه حاجی جون کنه حاجی نزنه دادم حاجی پدر هستی چرا بابا تا بگیر هستی؟ آقا جون پدر سوخته هستی رو دلت میاد روزای خوبمون تموم شه عشقی دیگه مثل من عاشقت نمیشه دلت میاد به هم بگی دوستم نداری چجوری رود میشه منو تنها بذاری دلت میاد روزای خوبمون تموم شه هیچکی دیگه مثل من عاشقت نمیشه دلت میاد به هم بگی دوستم نداری چجوری رود میشه منو تنها بذاری دلت میاد غریبه دستامو بگیره یکی دیگه به غیر تو برام بمیره نظر غریبه ها بیاد با من بشینه نظر که عشقای من و اونا ببینه دلت میاد که دشمنا به ما بخندن به اون همه علاقمون دروغ ببندن دلت میخواد دیوونشم خونه نشین شم دلت میاد تا آخرش با تو نباشم بدون تو ترانه هم تموم نمیشه دلت میاد بفهمی که این آخریشه بدون تو ترانه هم تموم نمیشه دلت میاد بفهمی که این آخریشه میاد بفهمی که این آخریشه دلت میاد کات حالی بود آقا خوب بود که آقا ببخشید من گفتم که ایشون که دارن بسته پای امیر رو میگیرن منم بپرم واسهتون جلوی بسته پای امیر واسهتون یه هلیکوپتر چیزی بزنم آقا تو ما تک امیر رو بگیریم آقا بابا اونم چشم میدونم همین که بسته امیر رو میخوام بگیریم من بپرم حالا یا واسهتون رو سرم برقصم یا یه نمیخواد قفلی بلدم آقا قفلی دندقه مایکل بابا یه بندری حداقل بابا کرم اینا یه غیر ساده هیچ امیر جون بیا این برادر زنتو ورده برو تا قاطی نکردم بیا این برادر جون بذار کارشونو بکنم صداتون حرف نداشت خیلی ممنون من برسم خونه حتما براتون یه اسفند دود میکنم بازم ممنونم تشکر الو امیر جون عالی بود تو آب نمیبینه اگر نه شناگر خوبی هستی خوب بچه‌ها میریم برای بسته پاها یه تمرین بریم جون پای میکروفون برده بیارم داری چی کار میکنی؟ فیلم برداری میکنی؟ نه بابا البته شما هم بازیگر خوبی هستین ها ممنونم رقص پاش چطوره؟ عالیه خیلی خوب حالا باورتون نشه شاید اغراق باشه ولی من بز میخواستم رقص یاد بدم راحت تر از این بود آره خوب ببخشید یه سوال میخواستم خدمتتون بپرسم من میخواستم دماغمو عمل کنم بعد الان یه مدلای اومده گربه‌ای این کلا این گوشت رو میبرن 2 تا سوراخ میمونه میخواستم اونجوری عمل کنم بهتر یا مثل شما گربه‌ای دیگه چه صیغه‌ایه؟ صیغه که والا من که اصرار ندارم به همچین کاری ولی حالا شما میگید خفش عزگر روانی با پاشنه کفش همچی میزنم تو دماغت اونم یه مدلیه جانم شرمنده ببخشید شما چرا تو زحمت افتادید دیگه خودم با سرویس میرفتم دیگه چه کاری بود نه خواهش میکنم ولی من دارم میرم سمت پایین میخوام برم کهریزک باشه حالا که دوست دارین منم باتون میام اوه خب دیگه پس من مزاحمتون نمیشم فعلا خداحافظ مسخره بازی در نیار دیگه پینچو نه دیگه من خلوتتون رو به هم نمیزنم خوش بگذره فعلا تا بعد
ببخشید یه لحظه. صفا بای بای. شب برمیگردی خونه دیگه. اونو که بعید میدونم ولی کلا خوش بگذره. سلامت به هستی هم میرسونم. خاک بر سر به هستی چی کار داری؟ میخوای اگه الان اعصابت خورده من رانندگی کنم ها؟ نه خیر، خیلی ممنون خانم. ببخشید یه سوال، این هستی که میگفت کیه؟ نامزدمه، خیلی دوستش دارم، اصلا عاشقشم. یه لحظه. بفرمایید خانم، براتون از آژانس ماشین گرفتم. آژانس؟ آخه من کیف پولم همراه نیست. ایرادی نداره، من کل هزینه‌اش حساب کردم. شما هم همچین تکلیفت با خود معلوم نیستا، نه به اون همه اصرار نه به این رفتار. من فقط میخواستم یکم راجع به فیلمنامه با شما صحبت کنم، همین یکم گپ راجع به شخصیت‌ها بود. بله حتما این کارو میکنیم، فقط سر صحنه، چون من امروز خیلی عجله دارم. با اجازه خداحافظ. من با پیکان نمیرم. ریخ تو خونه من چه غلطی میکنی؟ باز باش داده من رو نگاه میکنه. بابا این رقم رو بیرو الان میرم همه چی به توضیح میدم. دایی پس چرا نمیای؟ نکنه کسی دیگه رو آوردی تو خونه؟ بیا دیگه. یوهو. باورم نمیشه. فکر کردم داره دروغ میگه. وای من عاشق شما به چه اجازه‌ای داری منو ببینی؟ وای من عاشق دامنه پاورچین بودم. تو رو خدا بگی چرا تو نقطه چین و شب‌های بره بازی نکردی؟ راست میگم ما مهران مدیری قهری؟ این چه حرفیه خانم؟ من میگم شما چرا دارید تو خونه مردم رو نگاه میکنه؟ خجالت بکشید، زشته. وای نقد نکنی. آره چی قطعش کردی؟ خوب بود که. چی؟ میگم یکی از لیدرها بود. لیدر چی؟ بابا وبلاگ طرفداراتو دارم میگم. من 100 دفعه به تو نگفتم از این غلطا نکن ها؟ بابا ما این کارا رو نمی‌کنیم، هزار رقم حرف حدیث پشت سرمونه. ببین تو این دفعه کجا گورتو گم کردی؟ کی؟ اون دخترا کی بودن؟ کدوم؟ چجوری اومدی تو خونه؟ این پسورد کامپیوتر از کجا پیدا کردی؟ بابا همین خواهم این مورو با بیگودی فر نکردیم و پس و پیش شما اینجاست. بعدش هم جای سیم جیم کردم مالاشو بریم ماما اینا 10 دفعه به من زنگ زدن میگن کجا ایناش دوره زنگ زدن. جانم مادر. آمدیم. مادر بود گفت کوچ، گفتم آمدیم. باش. حالا حاجی هم منتظرت دیگه. پاش. مخصوصا حاج نایب که الان واسه دیدن من پرپر میزنه. جونتو پرپر میزنه. حالا ببین من نشونت میدم. چی نشون میدی؟ بابا پرپر آقا جونو میگم دیگه. ول کن دیگه. ببین الان کجا داری میری؟ بابا ول کن میگم ریخ. صفا تیشرت سبزی که دیروز خریدم و ندیدی؟ من نمیدونم کجاست. ببین میخوام اون چرمیه رو بپوشم. هستی خودش به من گفتش که با اون چرمیه اصلا امیر یه جوری اصلا طبیعی‌تر نشون میده. آقا همین قربون دهن بیکاره اون تلفنم جواب بده. الو سلام قربونت برم. امیرم سلام. بابا چند بار بهت گفتم آخه بلند نشو آلاخون والاخون کن خودتو برو اون سر دنیا. نیستی موبایلت هم که خاموشه ماما. بانکوک رو زیر رو کردم، خبری از داداشت نیست که نیست. بابا خودت که اجراشو دیدی، اینجا هم که نبود. حالا فردا قراری برم پاتایا، شاید اونجا پیداش کنم. اون مثل کش تومون یه جا که بند نمیشه. از فردا برمیگردم. مادر من، این برادر ولد چموش ما اگه یه ذره آدم بود حداقل تو این چند وقته یه نامه‌ای مینوشت، یه تلفنی میزد.
آخه قربونت برم این 1000 اینی که شما به فکر اون هستی به فکر شما نیست. زبان تو باز بگیر خاک بر سر. نصفه دیگه توه، بی عاطفه. حالا نمیشه شما مادری کنید و به همین نیمه کرم خورده قناعت حرف بفرمایید؟ بی خودی نزن. راستی هستی بهم زنگ زد. باز معرفت عروسم. امشب خونه خاله یادت نره ها. برو ببین نایب چی میگه قالو بگیر. نایب؟ نه مادر من وای میستم منتظر شما بیاید بعد با هم بریم. نایبو شستم گذاشتم رو بند خوشه. با خالت هماهنگ شده. تو فقط میری تاریخ عروسی رو هماهنگ میکنی. حرف زد هیچی نمیگی. تو پس فردا خودم برستم. در ضمن برو پیش کامبیز عینکای منم بگیر. لا اله الا الله. من نمیدونم روی این کره خاکی به غیر از کامبیز کس دیگه نمیتونه عینکای شما رو درست کنه. هیچ کس تو این دنیا نمیتونه واسه چشم من عینک بسازه. کاری نداری مادر؟ نه قربونت برم مواظب خود. سلام برسون. سلام. بابا چی میگی تو؟ یا حالا میخوای بیای بریم خونه یه بوسی به من بده خب. که حال منو به هم زدی. امیر جون رضا دیجی ام یه خبر دارم که بعدا مشتلقشو میگیرم. ببین بالاخره با کنسرتی که قرار بود به نفع بهزیستی بذاریم موافقت شد. بریم ببینیم با بچه‌ها چی کار میکنیم. پس بهم زنگ بزن با هم هماهنگ کنیم. قربونت خدافظ. دمت گرم. الو سلام عزیزم قربونت برم. شکیبا آقا دوشنبه گوی شیشه‌ای با هم برنامه داریم ها. زنگ بزن هماهنگی رو با هم انجام بدیم. عاشقتم. خدافظ. الو امیر جو سلام رامین هستم از دفتر مجله تماس میگیرم. با مدیر برنامه‌هات حرف زدم راجع به شویی که قراره با ابراهیم تاتلیس بالای برج میلاد برگزار کنید. میخواستم حرف بزنم. الو بیچارت میکنم صفا. به جون مامان این دفعه میگه. امین جانم که نقصد ببین امین بابا عجب آدمی هستی برای من کاری نگیره. ای بابا زهر مار. بابا میگم آقا من مدیر برنامه نخوام چیو باید ببینم؟ بعد 10 ماه هنوز این خبرنگاره داره زنگ میزنه میگه شما تو کدوم گاوداری میخواید کنسرت بذارید ها؟ کی گاوداری کدومه؟ بابا یه پرورشندان من صحبت کردم یه باغبش اونم برای چی 4 تا تابوت بود آورده بودم واسه حرکات موضوع. باغبش تو رو باید ببرن که جای دوست و دشمنتو نشون بدیم فرض کنه. چی ناراحت میشم نشین بوسه بده من. ناراحت میکنی امین؟ منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم یک بار جان قربانت ای دوست. اینو چی آخه گوش میدی؟ غم عالم میاد تو دل آدم. دیکس جدید بلد بشم دوباره این قلب متازه کاره خارجه که بوس کن منو خودتو ملوس کن نرو بیا کنارم بشین زدت بکش زشته. واقعا میخوام بکشم خوبش گیرم خودتو سیدی تو یه جا پرت میکنم از ماشین بیرون ها. خجالت نمیدی این مزخرفات چیه گوش میدی؟ تو پیشی منیم میاو دست دیگه اشو نکنه بیاو. خوبه دیگه. ببین دست رسیدی من زدی نزدی ها دیگه داری وارد قلمرو من میشیم ها. درک جهنم تا گوش بده جون از همه جا در بره. میرم ازوش حال میدا کجایی پا؟ این چه ریخت قیافه ایه؟ ببین بکن نکن با آقا جون بگم این سیدی مال تو مثل اون دفعه یادته میدونیم که 3 سود میبرتت کجا؟ حبس. آفرین بزغاله من که تو رو میشناسم. هر وقت میخوای بری پیش مشتی آج نایب ریخت قیافت عوض میکنی. اینم یه مدلشه دیگه اونم آقا جون و احترامشو نگه داریم. ببین من فکرمون بیدون میکنم که با بزرگم میخواد با مامان جونت ازدواج کنه. به به میگم با دست نفتی آفا ببین دستش اینه خفه میشی یا خفت کنم؟ خود چه نراحت میشم شوخی میکنم دیگه. خفه میشی؟ هم شوخی میکنم با کلا ناراحت راحتی نه؟ خب هم تو یوم دراز نشدی. امیر جان تا شما عینک خاله رو میگیری من برم پیش بچه ها مسجد رو بیام. باش بیا بانو خوشش میاد ببر حالیشه ببره. مامان داره حسابی مصرف عینکش میره بالا. چقدر شد؟ بانو صاحب مغازه است صاحب این بیله
تو چی میخوای قیمت بداری؟ نمیخوام، میرم از جای دیگه میخرم. مگه دست خودته؟ تو فکر کردی اینا که بانو واسه چی هی میشکنه؟ مشتی از سن و سالت خجالت بکش، هی من هیچی به نمیگم. بابات به‌احترامی میکنی؟ این یه سریه بین من و مامانت، تو رو سر نه. کامبیز یه بار دیگه اسم مامان منو بیاری چنان قاطی میکنم میذارم مغازت کمپن یکم میکنم. به من میگه کامبیز؟ من خودم یه عمری قاطیم. ای بی تربیت همه. بلکن زشت جلو مردم خجالت بکش. یک بارگونی چنده بریم. این نبر منی بود خاله. یه بچه مطرب بیاد در مغازه مرد که دنی تربیت بگه و بره. ببین شازده دیگه داری از رفاقت با ما سوء استفاده میکنی ها. چی میگی تو؟ گفتم وارد قلمرو ما میشی سکوت اختیار کن وگرنه میدم قپونی 24 ساعت بندازن اتاق تاریک ها. میگه قلمرو من انگار من که پدر سوختشه. کاری بکن. چرا واسطی؟ ماموری پلیسی. مامور واسه چی؟ این نبا پدر واسه جفتی دیوانه. اینجا چه خبره؟ چی شده؟ سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام بابا. مخلص آقا. آقا جون خلاف کرده باید سفت بازداشت بشه. شفت پرت میگی خلاف کدومه؟ آقا جون چی کار کرده؟ به من و مادرش بی احترامی کرده. آقا جون دیکسای مستعجل که گوش میده. صدای ضبطش هم تا پوست زیاد میکنه. لباساش هم که جلف و زننده است. پشت فرمونم با موبایل صحبت میکنه. از همه هم بدتر دهنش بو پا میده. دستش هم هرزه آقا جون. آقا ناسلامتی من داماد شما. این چه برخوردی جلو مردم با هم میکنی؟ اولا که تو هنوز داماد من نشدی. دوما قانون آشنا و غیر آشنا حالیش نیست. سوما که میخوای چارلی چاپین باش یا رولل هاردن باش دلیل نمیشه هر غلطی که دلت خواست انجام بدی. چهار من که از همه بدتر اینه که به پدر من توهین کردی که این جرمش از همه سنگین تره. نکبت. بله؟ اونو عرض کردم آجا. خاله قربونت بره الهی چرا مستقیم نیومدی اینجا؟ آجا حسابی تو زحمت افتادی. خواهش میکنم. گفتم سردا برم عینک مامانو از کامبیز جون تحویل بگیرم. خب داشتی از آقا جون تعریف میکردی. هستی یه دقیقه بیا. برای مامان چی میگه؟ هشه بود. کامبیز جون چیه؟ بابا مشتی. به تو چه ربطی داره؟ به من چه ربطی؟ من فرزند ارشدی خونم. یه بار دیگه فضولی بکنی با چنگال میام فرو میکنم تو تخم چشتا. بی تربیت. نزن یه نه. چه بر سرت کنم. بفرمایید خالص. سلام آقا جون. سلام بابا. چه اومدی یه دقیقه من. آقا جون خوب شد تشریف آوردی. من خواستم یه مسئله رو باهاتون در میون بذارم. این پسر من قرارش رو تکلیفش رو روشن کنی. باهات اومده اینجا آرزون شده که بابا. مگه الان اینجاست؟ آقا اومده تو نشسته. پس تو تنیلش چی کاره اینجا؟ خب جلوشو میگرفتی؟ من چی کار کنم آقا جون؟ من برم چکیش کنم جلد. حرف نزن پسر بیخاصیت. بمیرم الهی واقعا تو دستشویی زندانی کرد؟ نه فقط آقا جون در اومدن گفتن که تو هنوز داماد من نیستی. اگر بازیگر کمدی که کمدی مال خودت کمدی، من به کارهای زشت زای بیمزه تو نمیخندم. دلیل نداره هر غلطی دلت خواست بکنی. من دختر به مطرب جماعت نمیدم. منم گفتم آقا جون حق با شماست، منم جای شما بودم دختر به مطرب جماعت نمیدادم. بفرما آقا جون. چوب جاسین پرورش دادین. آقا جان کی به شما اجازه داد که داخل خونه باشی ها؟ ببخشید آقا جون من چون بدون اذن شما وارد ساختمون شدم گفتم شما تشریف بیارید با اجازه شما. بفرما آقا بیرون. بفرما بیرون. این چه حرفیه؟ بفرما نمیخواد آقا. بفرما بیرون. خداحافظ شما. کدشونو بده. بگی بریم به جون خودت اگه بزنم سر شام. خیلی خوب خاله جون دفعه دیگه میام شام میمونم. نمیشه شام درست کردم. چون منتظری شامو بکش. دور از تو خاله جون. بریم بریم. بفرما بیرون آقا. آقای محترم. لا اله الا الله. مال مفت دیگه آقا جون.
الهی خاله قربونت بره. این ماهی‌ها رو من از صبح تو تخم مرغ و زعفرون خوابوندم فقط به خاطر تو. بگو مامان دیگه، منم سرخشون کردم. برای همینه دیگه، این دیگه ماهی نیست، ادبیات شعر با لبا بازی میکنه. مواظب استخونای شعرت باش که تو گلوت گیر نکنه. صفا یه زنگ به این زهیری بزن ببینم چه کارشون داری آقا جون؟ ببین اگه هست بیاد در خونه رو باز کنه. خونهشونو بگیرم یا موبایلو؟ برو بیرون تنلر. ای بابا من خودم باز میکنم. این مشکان بیزی که بله بمار صدا تو بگو حیفنون بیاد پایین. ببخشید اینجا حیفنون کیه؟ شد آقا جونو میگه. ببخشید میگن هر کی هست بره پایین. سلام آقا جون، بفرما تو. مامانش هست؟ نه آقا جون بیا تو. من پا تو این خونه نمیذارم تا این پسر جل تو این خونه هست. آقا جون چی کار کنم؟ گوشتم زیر دندونش گیره. یه تحلیل بگیر خوب نگاه کن. مثل اینکه گوشتای دیگه هم زیر دندونشه. گوش خامه نموزم. تو غیرت داری کلاتو بزن بالاتر. خاک بر سر من با این اولاد بزرگ کردنم. آقا جون آقا جون مردک جلد مبتزل فاسده بی همه چیز خجالت بکش. این چیه؟ دختر من چندمیه ها؟ خانم نگاه کن. بس کن دیگه. آقا جون من اصلا نمیدونم شما راجع به چی دارین صحبت میکنین. آقا جون تو من نیستم. آقا جون تو همون ناکسیه که با اخوی دوقلوی ناکستر از خودت داره تو جزایر هوایی بریک دنس میزنه. آقا جان آقا جون بریک دنس نه زهرمار تو هنوز اولی خونه نبردی شدی سه زنه بی حیا بی تربیت فاسد. چه حرفیه میزنی من؟ خانم بیا تحویل بگیر. ببین ما خوابی ما تمام عالم آدم میدونن این چه جونوریه. نایب خاک بر سرت. خدایا من چه گناهی به درگاه تو کردم؟ عقوبت کدوم گناهو دارم پس میدم؟ نایب خاک بر سرت. جریان چیه؟ ببخشید خاله جان. جریان اینه. اسم فیلم جدید آقای میرزاویگیه. یه اکسرم واسه تست گرفته بود اصلا قرار نبود تو مجله چاپ بشه. حالا ای لجن نامرد، حالا دیگه بدون هماهنگی با مدیر برنامه‌ات میری قرارداد می‌بندی نه؟ من که هنوز قرارداد نبستم، فعلا یه پیشنهاده. آره جون خودت، حتما یه واسه پیشنهادم گرفتی کرده تو جیب دیگه، من که میدونم. تو فعلا تو لال شو قربونه. آقا جون شما اگه واقعا راضی نیستید اصلا قیدشو میزنم نمیرم. الهی خاله قربونت بره که اینقدر فهمیده ای. یا نرو یا اگرم میری بگو اسمشو عوض کنن. چه میدونم بذارن کلاغپری، قایموشکی، گرگم به هوایی چیزی. خوب شد حاجی؟ راضی شدی؟ چه اسم فیلمه ها؟ بیا خانوم بیا تحویل بگیر. ببین مردک جلف چی کار کرده. دیگه چیه؟ صفا تو من تو رو دیگه این دفعه زندت نمیذارم. خاله به جون خودت این من باز به جون خودم این صحنه فیلمه. صفا تو که اونجا بودی حداقل یک کلم حرف بزن مارموز. تو چی؟ من هیچ چی نمیدونم. خجالت کشتی. این خود صفا رو نگاه کن. این خود صفا. به من خانم راست میگه. سوخته. آقا جون یه حساب کنید من این فیلم رو گرفتم یه این بیچاره ها چجوری سر زمان میکشن وگرنه آیسته ببینم تو یه ویروسی، تو یه انگلی،
تو قده سرطانی هستی، اصلا تو خود تهاجم فرهنگی هستی. امروز پسرم از زابه در میکنی، فردا دخترمو، پس فردا خودمو. اینجا رو کردی در بازی جهنم. الهی العفو، خدایا. برو بیرون از خونه من آقا، برو بیرون. آقا جون، آقا جون درد، آقا جون مرد. آقا جون تو آتش جهنم داره میسوزه، داره سخاری میشه. خدایا برو بیرون آقا، برو بیرون همین الان. شما از دست من عصبانی هستید، سر هستی داد نزنید. برو بیرون آقا. تو برو تو تقید ببین حاجی چی کار کردی؟ باید تو رو پیدا کنم، هستی هنوزم دیر نیست. تو دل نکردی خوب من، تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی، من با تو هم تو بی منی. باید به باباتم بگی بس دیگه این دشمنی. تو با یه جمله هستیم میتونی آرومم کنی. اون لحظه های آخر است رفتن پشیمونم کنی. میترسم از این شهر سر، این کوچه های سوت و کور. وقتی به من فکر میکنی، حس میکنم از راه دور. آخری شب و صدا سوی چشامو میبره. زخم زبون آدم ها از دوری تو بدتره. باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشم. من راضیم به سرنوشت، بلکه از این کمتر نشم. پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پر کنم. محکم بگیرم دست تو، احساسم رو یه دختر امضا میده. آقا با شوخی کردم. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ بگم شم ماشین پایین. بیا هستی یه کاری دار. الو هستی جان؟ الو هستی؟ من صداتو ندارم هستی جان. الو خوبی؟ دیگه بهتر از این نمیشه. اولش که ابویتون محبت کردن، بنده رو حبس کردن. بعدش هم که 2 دقیقه اومدیم با زنمون خلوت بکنیم. محبت کردن، با اردنگی پرتمون کردن از خونه بیرون. دیگه کلکسیون خوشبختی هم تکمیله دیگه. همین من نمیدونم چطوری ازت عذرخواهی کنم. شوخیت گرفته؟ تو همه زندگی منی. نمیذارم بابا تو رو از من بگیره. میدونی من طاقت گریاتو ندارم. هستی به خدا همه حرمت‌ها رو میذارم زیر پا، میام میزنم لهش میکنم، ورت میدارم میبرم تا. حالا اینطوری نگو. من نمیخوام قید بابام بزنم. پس بگی من چه غلطی بکنم؟ فقط مامانت از پسش برمیاد. مامان تا چند روز دیگه برمیگرده. ای بمیری جلیل که بود و نبودت مصیبته. امیر دوستم داری؟ بیشتر از همیشه قربونت برم. خدافظ. مواظب خودت باش. خوش. اینجا چه غلطی میکنی؟ من اومدم اینو اگه کسی اومد پشت خط باشم. کسی نمیاد پشت خط؟ نه بگیر. نه جدی اومدم این مسئله مهم بهت بگم. چیه؟ یه بوس میدی؟
ماشو بده سنگینه خودت بیار بگین که این داداش دهن کشاده من انقدر محبوب شده. بیشتر از اونه که فکرشو بکنی. مگه تو اینترنت نخوندی؟ چرا نه ولی اینقدرش فکر نمی کردم. فریبرز اونجا رو دیدی؟ کجا رو؟ اونجا رو نگاه کن. را بیاف برو تون برو نمیخوام ببینم. بروز فدات شم. یه دفعه سر کرده اون دختر خاله بی پدر مادرت پیدا نشه. تا حالا که زنی چی نابالی بود مادر بچه هاتون حالا شده دختر خاله من. سر تخته بشورنه یا مثل جن ظاهر نشه. ببینم داره شوخی میکنی؟ نکنی میخوای بگی آذرم داره برمیگرده ایران؟ نه همش تقصیر اون شریک نمک به من بود. این خیار چنبر منو فروخت. حالا چی کار کنی؟ بمیری رایی ترکیدم. همه اینا رو بخون اون موقع میفهمی یعنی چی. همه چی رو متوجه میشه. ببین فریبرز یه نقشه برات دارم کره به شرطی که همکاری کنی ها. واو این عکس‌ها رو کجا گرفتی؟ این تلاتافا کیان شیطون؟ نه آره میگی؟ آره تایلنده. فیلمش هم هست برو تو گالریش همه رو نگاه کن خوش گذشت. اینو ببین این یکی رو ببین شوخیه اینجا رو این جزایر فلانی که میگن همینجا اینو برام بلوتوش کن. سلام علیکم. مگه MMS رو ننداختی؟ نه؟ چه میخواب گره چیکاگو؟ روشن کن بلوتوث تو. بله بانو؟ شما؟ لا اله الا الله. امیره خدا اونجا چی کار میکنه؟ چقدر بهت گفتم حیف اون مادر با این پسر. چیز خنده‌دار دیدی نسناس؟ نه من فقط الان دارم گریه میکنم. هر کی منو میبینه فکر میکنه دارم میخندم. همین اشتباه رو میکنم. من الان دارم گریه میکنم. میخوای یه جوری بزنم یه جوری گریه کنی که دیگه هیچکی با خنده اشتباه نگیره؟ نه دست شما در نکنه. من الان در طول درمانم. به سلام دختر خاله جان. بود شد بیای موزمار. شوخی میکنی؟ ببین از فریبرز برات خبر آوردم. فریبرز؟ آره فریبرز رو برات پیدا کردم. خر خودت یه 7 جد آباده. دوباره چه کلکی سوار کردی؟ کلک؟ خاله خودم فدات بشم الهی خاله اومدی؟ برو خاله شما بغل کردی. خیلی معذرت. بریم صفا بریم. من باشید خاله خط دید داره. آره نمیدونی چه خبر شد. نایب با امیر من. خب من واسه همین میگم از اینجا یه راست بریم خونه ما دیگه. مادر حالا جو بفرم. سلام ماما. سلام و زهر ما. باید نایب از خونه بندازد بیرون. یک نایبی بسازم 4 تا نایب بغلش بزنیم بیرون. بابا اینا رو همه رو دیشب خواب دیده خاله. جون تو چی ماما گفتی؟ بابا تو که حداقل خود ارزه نداری بذار خاله حق تو بگیره دیگه. مامان گوش به حرف این بزمجه نده. این دریوری میگه قربونت برم. را بیافته
را بیا پری خونه نایه تا نایبه بسازمش. مامان جان خلا حرف نباشه. نایه تنتو چرب کن که دارم میام. وای حالا این دکولت صورتیه که واسه هستی آوردیم به منم میاد. بانو اومد بانو. پیاده نشو بانو، میخوام برات قربونی کنم. صفا بیا برو این بابا بزرگتو جمع جور کن. من اعصاب درست حسابی ندارم، میذارم چل و پلش میکنم. هیچ بابا میفهمه بعد زشته. راست میگم اینجور ناراحت نشو، آدم ناشتا یه دیگه رسیدی. سلام بابا بزرگ. سلام مشتی. سلام به روی گلت، به روی ماهت. پاتو رو زمین نذار، بذار تخم چشمم. این مرغه چی گرفتی دستت؟ نکشیشا، ولش کن بره تو رو خدا. اطاعت. صفا نگاه کن چه کار میکنه بابا بزرگت. ماشین به گرد کشید دیگه. تو واسه عقاب میکشی، بابا بزرگ واسه خاله مرغ گرفته. این پسرم لت میکنه. ریلکس. آقا جون ببین خاله واسه تو برای آب چی آورده؟ شلوار جیلوله تفنگی کشی است. عبیدم غلام حلقه به گوشم. قابل شما رو نداره مشتی. صاحبش قابل داره. بفرمایید. آقا جون نیافته. چشو میگم خیلی واکن. برای چه شلوار منو سربخشی کردی ها؟ ازگر کارت دارم. آقا جون من صفام خاله رفت. لا اله الا الله. بس کن خواهر من. از آن نرسیده ما رو چسبوندی بیخ دیوار بستی به نگار. عزیز من بذار عرق تنت خوشه بعدن شروع کن. من شروع کنم؟ تو خیلی وقت شروع کردی یا حواست نیست؟ مظلوم گیر آوردی نه؟ این چه رفتاری بوده با امیر من کردی؟ آها پس تو برپریده رفتی چغالی کردی ها؟ خواهر من به این جلف بی سر و پا، به این بچه مطرب دختر نمیدم خواهر من. تو هنوز فرق دوغ و دوشابو نمیفهمی. بچه من برای قرون به قرونش زحمت کشیده، همه چیزو میریزه تو دل خودش تا بتونه دل آدمای امثال تو رو شاد کنه. ختم کلام خواهر من دختر به این آقا نمیدم. لا اله الا الله. نمیدی؟ مگه درس خودته؟ هستی لباسات جمع کن بریم خون ماداش بارد. باشه آقا جون. آقا بزرگ دست شما درد نکنه، فقط خودتون کجا تشریف میارین؟ ببر چه تو. آقا جون ببخشید. ما نگاه کجا میشینه؟ نویه مگه آب روی دختر آب جوبه؟ اسم شاسکور چند وقت روشه؟ آقا ما نمیخوایم شما از ما حمایت کنیم. بعد میگی نمیدم، مگه میتونی؟ آقا جان خودتون برام بلوتوس کردید اینا. خودتون بودین؟ نه آقا جان نه آقا این ویروسه. بیا نگاه کن شهر خانوم، بیا ببین آقا پسر چه دست گلی بافده. این چه کاریه؟ هنوز یاد نگرفتی با یه همچی بانوی چجوری حرف بزنی؟ خجالت نمیکشی با این سن سال بلوتوس بازی میکنی؟ سرک تو زندگی مردم میکشی؟ مگه خودت ناموس نداری؟ من بهتر از تو ناموس میکشم، خودم مراقب بشم. خب منم میام مراقب شما باشم. تو هنوز آدم نشدی؟ خب نمیام. ناراحتی نداره. من دورت بگردم، آخه این پیری رو میخوای برداری بیاری کجا؟ تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن. من آمادم بریم. صبر کن ببینم برو بالا ببینم. حالا آقا جون یه چیزی گفت تو برگوش کنی. برو ببینم. خاک بر سرت. من دلم پیش بانو کارشونم ماده بود. نگو این حرف رو بده آقا جون. آقا جون تو امروز یه معصیت نکنه دست بردار نیست. ببر صدا تو. آقا جون من شنیدم اگه یه مرد و یه زن تو اتاق تنها باشن شیطون میاد. البته دور از جون شما، بستگی به زیر سقفش هم داره. ببر صدا تو پسر بی حیا. وای آقا جون خوبیت نداره. اومدم.
بدون منم از جنس تو هم مگه تقصیر منه که به دنیا اومدم منو از خودت بدون تو که از جون منی تو دیگه برای چی زخم زبون میزنی مگه تقصیر منه پای رفتن ندارم مگه من دوست ندارم دست و دستات بذارم تو میتونی با نگات منو آرومم کنی نمیتونی منو از زندگی محروم کنی منم آرزو دارم ولی از غصه پرم راضیم به سرنوشت کی میگه من دل خورم مگه تقصیر منه من خودم دل واپسم ولی با دل واپسی باز به مقصد میرسم اونها ببین خود شارلاتانش هست یا نه. موزمار 7 خط تو آسمونا دنبالت میگشتم. ببین قبلا چقدر قاطع بود حالا 100 برابر 1000 برابر شده. عالی بود امیر، عالی بود. هم که به نفع سالمنده و ملا خوندی خیلی ثواب کردی. ببریم مامان جان. من 2 سال تو مملکت غریب بشینم که تو بازیگر شی، فیلم بازی کنی، آواز بخونی، پدر تو در میارم. آهای چیه بر مجلس بازیگرا رو گرفتی؟ مردی که 7 خط نشناختی؟ یا مامان جون ببخشید خانم شما با منی؟ من تو مسخالم نیستی. حداقل بیا تکلیف این بچه رو روشن کن. خانم چیکار میکنی؟ تو کی هستی دیگه؟ من نامزدشم. یک نامزدی نشون دادم پدرتو در میارم. میگه خجالت میگه دست سر من بالا میکنی. گفت که نجور میگه بگم لبو پرت میکنم تو یکی رو. بیا بابا جون. من اصلا شما رو تا حالا به عمرم ندیدم. آخه یه همینجوری بهم میگفتی خانومه. حالا برای چی صدا عوض کردی؟ حکمت چه حسی داره آدم خونه‌شو رو ویرونه مردم بسازه؟ خوشحال شهر من چنگم در آوردی؟ چی داره میگه؟ خب داره دروغ میگه. تو بگی من خیر میبینی؟ پس این مامورای پلیس کجا؟ زنگ زدم الان پلیس میاد. خانم شما خجالت که چقدر داوری من بازی نکن. بیار پایین. یه دفعه دیگه سر من نام بزنی من میدونم تو. اون چنگال داغره همچی میکنم تو حلقومت صدات من بیاد. بس دیگه خانم شوشو در آوردی. این اصلا به شوهر من نمیچسبه. به شوهر تو نمیچسبه. بگی اینو. ببین خوشگله یه بار دیگه شوهرم کنی امیر کوره میزنم تو گوشت صدا سر آبی بدی فهمیدی؟ یادم کن یه عکس‌ها رو ببین بیچاره بابا یه نفر زن من از دست این دیوونه نجات بده. نترس نانا نمیکشمش. ببین بگیر آقا بچه رو. از گم زدی هچل ها. شما اینجا چی کار میکنید آقا جون؟ اگه بخوای پسرم بشی باید آدم بشی وگرنه خودم آدم میکنمه. آقا جون میبینی؟ گفتم که سه زن است. 3 تا. آقا جون این زن دیوانه است. نه به من. نه این اون که دیوانه است دق میزنه. بله بله. آقا جون بیا یه نگاهی به این بنداز. میبینی؟ میبینم. به خاطر هستی بزنمت یا به خاطر مامان گولت بدخشمت؟ هم
به خاطر مامان گلم. خیلی بی‌معرفتی امیر، خیلی. واسه کجا؟ بریم با نورم با خودمون برمیداریم میبریم. اونم نباید تو خونه این چشم ناپاک باشه. هستی برو بریم. دیوانه. هستی تو هم؟ من چه امیر؟ هان دیگه خسته شدم. فکر میتونم ازت طرفداری کنم. هرچند دیگه جای بعد دفاع کردن گذاشتی؟ چی؟ هستی نکنه میخوای بگی حرفای این زنی که رو باور کردی؟ آره اون دروغ میگه، نشریات زرد دروغ میگن، فیلمات ساختگیه، عکسات ساختگیه، سکانسای فیلمته که لو رفته. آره همه اینا دروغه، فقط تویی که راستی. دلم به حال بچت میسوزه. دلم میخواست وقتی که گریه میکرد 2000 عذاب وجدان تو چشات ببینم ندیدم. ای همه چیز بی وجدان. بلش کنین آقا جون، بریم. هستی همینجور یه وکیل میخوام درجه 1. نه آقا چون پولش مهم نیست. یه آدم کلاش پیدا شده بخواد اخاذی کنه ازم. هفته دیگه چی؟ همین الان. من کلاشم. دختر خاله شوخی زدی؟ اینه بگیر برو در صندوق باز کن. بدو. ای وای فاتحه، خاک بر سرم شد. آخه دادم وای. کاپتن ساخته چیکار میکنه؟ این کاپ شمال خودم بود، بعد امانت داده بودم بهش، بعد دوباره گرفتم. خیلی دوست دارم. برو در باز کن. بدو ببریدش، بکشیدش، بخوریدش. وای داری 500 دلاری چنج بکنی؟ تو به روح اعتقاد داری؟ آره. پس تو روح خودتو زنی تو خانوادت. بی تربیت بیشور. ما بای بگیر سویچ بگیر. اینم بده من. 100 تخته بشرنت. فعلا نبینمت. ماشینش کدوم هست؟ همین ماشین سفیده است. برو گمشم. یادت باشه صفابور نبره ها. داداشی تازه اولشه. نوبتی هم باشه. نه دیگه نوبت منم هست. شما وای تو مثل که دیگه پاک اووردوز کردی و خود چی زده زیر دله. اون وضعیت اون زن بیچاره اون از هستی خواهر ما یا عرض صحبت کردنه. معلومات چه مرگته؟ بابا بیخیال تو. بله بده من باشتا. خب چیه؟ دارم. ای آمد. بله من صفا اومدیم تو راهیم. بله بیا اینم وضعیت کارت. 1 ساعت هم از آفیشت دیر کردی. شما صفایی؟ میگم ننسه با وفایی. بدبخت شده 70 نفر اسیر کردی بابا. اصلا به این سکانس نمیرسیم ما. ای بابا بیچارمون. اومده. سلام امیر جان، خوش اومدی. بابا کجایی؟ شب شد، نور داره میره، کارگردان داره پدرمو در میاره. بودو بس 100 تخته دهنتو بشورن. ماچ میکنه. نکن. برو بابا بیا دیگه بیا. اینه خب چه شلوغش میکنه. در بیار دیگه. چی رو؟ بابا لباساتو میگم. خیلی خب چته؟ پاره میشه. خب یواش. چرا اینطوری صحبت میکنی؟ صحبت کردم. رابط سرما خوردم. آفرین اینطوری صحبت میکنی کار تدوشه. بچه‌ها منتظر خبر مرگم. اوه چرا موهاتو رنگ کردی؟ موهامو چی رنگ کردم؟ ای بابا در بیار. دست به کجا میزنی؟ یه چیز سنگین وارد میکنم ما وزه. باشه خبر مرگم. برو خود لباسا در بیار. برو لباسا در آوردی بریم اتاق گیری یه فکری به حال موهات کنم. برو سلام کردی بدبختم کردی. بفرما. شلوغه اینجا چرا همه جمع شدن اینجا؟
جمع کنین قلاب ماهیگیری تو رفت تو حلقه. با اجازه خسته نباشی. خیلی ممنون. سکانس 44 دیالوگ تو حفظی؟ نه. یه نگاه کنی حله. تو فهمیدی که نوشابه بهت میخواد خیانت کنه. بعد این چی؟ اون هی قربون صدقه تو میره. کی؟ بابا همون نوشابه دیگه. آخه. بعد تو هم چی از دستش عصبانی هستی. بعد هر چی چکشی تر باشه بهتره. حله؟ دوستان لطفا سکوت می‌خوایم بگیریم. ماچ نکن دیگه، همه پنکیک هم پاک شد. ای بابا. آقا حله بریم. یه تمرین میریم. صدا، دوربین، حرکت. رضا جون این کار با من نکن. بابا تو چرا نمیخوای بفهمی؟ به جون مامانم من دوستت دارم. به خدا همه چی برات توضیح میدم. فقط به من نگاه کن. نگاه کن. چی گفتی؟ گفتم دوستت دارم. منم دوستت دارم نانا. جون من راست میگی؟ جون مامانه. آره به جون مامانم. منم دوستت دارم. چیزه چیه؟ ببر دیگه بگو ببینم. دیگه بابا امیر منو نگاه کن. بخوام گیاف چند بود؟ تو چه البته. باش. اوه کجا رو نگاه میکنی؟ دیالوگاتو بگو. به تو چه؟ ما رو خودم پیداش کردم. مال خودمه چیه بابا؟ اینجا اصلا یه چیز دیگه نوشته. اینجا نوشته آقا ما حالم داره ازت به هم میخوره. تو آخر هم دیگه چی؟ نمیخوام اون ریخته تو ببینم. مثلا با مشود داره تو دو نقطه. بابا داره حرفشو میزنه دیگه. تو نقشش حل شده، حسی داره میگه، دیالوگشو ببین. بی خود کار صاحب داره. آقا همه سر جاشون. صدا دوربین. خفه. معذرت میخوام من دهنم باز بود. صفا از تو کات بیا بیرون. چی میگه این؟ امیر دیالوگا طبق فیلمنامه باشه. بچه‌ها میگیریم. صدا، دوربین، حرکت. رضا جون این کارو با من نکن. بابا آخه تو چرا نمیخوای بفهمی؟ به جون خودت که یه طورمو تو به این دنیا نمیدم. بابا من دوستت دارم. توضیح میدم همه چیو. به من نگاه کن. خب منم دوستت دارم نه به جون خودت باورت نمیشه. بیا بپر رو کلا. نه بابا بپر بالا. اینجوری قربون تو بپر بالا. آقا کات. امیر چی کار داری میکنی؟ معلوم است امروز چته؟ بابا داره به این خوبی بازی میکنه. تو امیر چند روز پیش نیستی یا؟ بابا 100 بار گفتم طبق فیلمنامه دیالوگ بگو. نمیشه که اینجوری کار کرد. آقا تعطیله. کار تعطیله. چی رو تعطیله؟ واسه که ببینم. چی رو تعطیله؟ روز 10 منو خرج صحنه. تعطیله چیه؟ همه کربی هم نیافتاده که. آقا نمیشه که طبق فیلم. امیر خان شب که جلو آقا جون حرکات شنیه تو به نمایش کشیدم، اون موقعی که جلو هستی و اونا آقا جون چوب تو آستینت کرد، اون موقع این پوزخنده رو بزن. وای تو رو خدا ببخشید. حسابی امروز شما رو تو زحمت انداختیم. معلوم نیست این صفا مرده شور برده، ماشین رو کجا برده. عفو کنید ما رو. وظیفه ماست امیر آقا. میدونید داشتم به این فکر میکردم که آقای کارگردان همچین بیرام نمیگفتن. شما خیلی فرق کردین. اصلا اون امیر سابق نیستیم به خدا. ایوا چطور مگه نانا؟ اون موقع خیلی خشک بودین، همچین یه جوری بودین نمیشد باهاتون حرف زد. یعنی یادتونه به من میگفتین تازه وارد بازیگری شدی، با پارتی اومدی، باید به این حرفه احترام گذاشت و اون چیزا. خب مگه غیر از این بود؟ مگه بعد گفتم؟ نه اتفاقا حرف درستی زدین ولی همچین خیلی نرم شدین. حالا کجاشو دیدی؟ از اینم نرم‌تر میشم. اصلا میخوای بریم با هم پوشون پشم؟ من برات بخونم، برات ساز بزنم، من برات بیس بزنم، تو هم برام. من برات چی؟ تو هم برام. خفه شو مرتی که ازگل روانی آشغال. چه فکری راجع به من کردی؟ تو تا دیروز جواب سلام منم نمیدادی. چی شده؟ چی تو سرته؟ حالا بیخیال. باشو دست بکش پیش شو. باشو من پیاده چه کامشو باره بیرون. خیلی خوب. چه صفا بمیری الهی. کجا؟
سلام. فکر کردی میتونی دست من در بری ها؟ بهت میگم. یا ابوالفضل، اینجا دیگه کجا؟ اینجا جهنمه. آوردم بچزونمت. واسه من بازیگر شدی هانی جون. آدمت میکنم. فهمیدم خانم، ولی به پیر به پیغمبر اشتباه گرفتی. جولو؟ نه با اون نه، خواهش میکنم. ببین منو یه دفعه دیگه قسم بخوری به عکست نمیزنم، میذارمت سینه دیوار، قیمت میکنم. گرفتی که؟ خانم به خدا اشتباه گرفتید. بنده امیر محجوبی هستم، بازیگر سینما. فیلمای منو ندیدین؟ چرا دیدم، شاخ گلو میگی دیگه. بله. آخه قرمز بود نه؟ دیدی داری فیلم بازی میکنی؟ یادت اومد هر روز صبح منو با یه شاخ گل از خواب بیدار میکردی؟ اصلم توی گل من. کی؟ توف به اون ذات بی احساسش بیاد. خانم من فیلمشو دارم میگم، شما چرا به خودتون میگیرید؟ میدونم فیلم بود، منتها من دیر فهمیدم. فریبرز، یادتو میگفتی سگتم؟ حالا میخوام یه کاری کنم تا آخر عمر جلو پام پارس کنی. آذر، عمو جان، بچه داره گریه میکنه. اون نامرد بسه برو. میبریم. فریبرز کدوم میبریم بهت میگم. فریبرز کیه؟ شما راجبه کی داری صحبت میکنی؟ را بیفت ببینم. اجازه بده من دارم با تو صحبت میکنم. من دارم صحبت میکنم با شما، اجازه بده. سلام قربان. بریم با کار دارم نامرد. چه داری میشه اصلا من نمیشناسی؟ من شما نمیشناس ندیدم من شما. قربونت برم مامان جون، مثل موش خوابیده. خبرش چقدر زشت میخنده نکبت. خب داداشی هرچی اشغال کردی بسه، نوبت منو فدات شد. هستی جان به جون خود منو اشتباهی گرفتم. هستی چی؟
آذر خریکیه بابا، به جون خودت میگم اشتباهی کردن. دستو بذار تو دست من. دستشو ول کن. دستشو ول کن بهت میگم. چشاتو باز کن. چشاتو باز کن. من اون برای دنیا مامان ول کردم اومدم اینجا که تو خواب دنبال هستی بگردی. من که همش آذر از دهنم نمیافته که دارم میام آذر. خوشمه. بیبی داره گریه میکنه. دارم گریه نکن مامان جون، بابا پیش مرگت بشه الا. بیبی گریه میکنه. بیبی مون گریه. به جون خودت صدا بچه اومد، نگران شده اومدم ببینم چی شده. بچه که این وره اونجا چه غلطی میکنی؟ به جون خودت صدا از این ور من کوچه نمیدونم چرا. اینجا نکن هنی. میای پایین یا بزنم؟ بزنی هم نمیام پایین. اومدم خیلی خوب دارم میام پایین. اومدم یه خورده بردست کنم برو. صدا بچه چرا؟ به جون خودم صدا نمیدونم صدا میپیچه صدا میپیچه به جون خودم. خدا بگم چی کارت کنی که آبروی حیثیت برمون نذاشتی. الله اکبر. امیر خوابیدی؟ خواب اول آخرت باشه. پاشو دیگه، لنگ دوره. امیر مامان هونا، اون از اون بابای گور به گور شدت، اونم از اون داداش الدنگه. بعد از اونا دلم به تو خوش بود که تو هم تو درد از آب در اومدی و رفتی زن گرفتی برام. مامان به خدا اینقدر دلم واسه تنگ شده بود، حالا گرفتم هم که گرفتم، مال مردمو که نگرفتم، مال خودمو گرفتم. چی گفتی؟ یه دفعه دیگه بگو. اگه میخوای منو بزنی خب اون ستونه رو هدف بگیری احتمالاً بکنم. امیر پاشو یالا رابی پاد بری از نایب بسخایی کنی. من اینجا. اگر بدون مامان من اینجا. مامان جان فدات بشم. پاشو زودتری برو از نایب بسخایی کن. اگر بدونی هستی چه حال و روزی داره. پاشو مامان پاشو فدات بشم بسرم. پاشو فدات بشم برو عزیز. یالا همه چیزشم مثل خودمه. بچه رو زمینه که داشتم پوشکشو عوض میکردم آذر جون. آپولو که هوا نکردی؟ گفتم بچه رو بگی بغل داروغ بزنه. از اول همین رو بگو. آذر یاد اون روزای خوبمون تو مالزی افتادم. فیلم چیزی از اون روزا نداری من ببینم؟ چه عجب خبر مرگت یه جمله محبت آمیز گفتی. چی شما؟ هیچی بچه رو دل کرده. یادت رفتیم پاتایا با هم نهار هشت با خوردیم؟ بذار فیلمشو بیارم ببینی. بیا اینو ببین شاید یه چیزایی یادت بیاد. خاک بر سرم یه جور زودتر نفهمیدم این جلیله. ببین جنبه نداری 2 دقیقه زنجیرتو باز کردم برم بیارم. نه جون مادره 2 دقیقه فقط 2 دقیقه من فرصت بده. اگر قانع نشدی من توضیح دادم برو زنجیر بیار همین وسط منو دار بزن. خوبه؟ بنال این تصویری که این توی با شما با اون عکسی که پایین چاقو پرت کردید این جلیل من امیرم داداش دوقلوی جلیلم. باورتون نمیشه ما 2 تا داداش دوقلو هستیم به جان خودم. حالا میخواید باور کنید میخواید باور نکنید این جلیل یک موزماریه. تا حالا 50 تا اسم عوض کرده. حالا من نمیدونم شما به چه اسمی میشناسید جلیلو، ولی باور کنید تقریبا 20 سال پیش بود مامان و بابای ما از هم جدا شدن. بعد بابای من نه که عشق امریکا بود دست جلیلو گرفت با هم دیگه رفتن. منم عشق مامان بودم دیگه موندم پیش مامان. برای دل مامان 5-6 سال پیش بود. خدا رحمت کنه همه رفتگانتونو. بابا عمرشو داد دیگه به شما. داری واسه من قصه میگی؟
نه به جون خودم، یعنی بعد از اینکه بابام به رحمت خدا رفت اصلا ما دیگه ارتباطمون با جلیل قطع شد. وایس همینجا اومدم. یه لحظه آذر خانم ببخشید معذرت میخوام. من نمیدونم بابام چه دروغ و راستی رو برای جلیل سرهم کرده که اصلا جلیل تو این چند ساله از من و مامانم متنفر شده. یعنی ما کلا اصلا از جلیل بیخبریم، نه تلفنی نه نامه‌ای نه عکسی، اصلا نمیدونیم کجاست. به جان خودم به جون این یه دونه بچه‌ت شما زن جلیلی نه من امیر، فهمیدی؟ تو آدم نمیشی، برو گم شو تو. خیلی بیادبه. بار بودم بابا. اینا چیه دوباره گرفتی دسته؟ مگه نگفته اگه قانع نشدم وسط اتاق دارت بزنم؟ به خدا دارم راست میگم. حداقل چند تا فیلم جدید ببین، مجبور نباشی قصه های 2000 سال پیشو کپی کنی. این قصه داداش دوقلوها که تو میگی برای فیلم رام و شامه. یعنی شما میخوای بگی بعد رام و شام هیچ ننه‌ای دیگه دوقلو نزایید؟ آخه تو چرا اینقدر دروغ میگی؟ جون بچه یه فرصت دیگه من بده، یه بار دیگه من اطمینان بکن، خواهش میکنم. این داداشی که من میشناسم الان داره با آبرو حیثیت من بازی میکنه، الان خودشو جای من جا زده. خودت بیا یه تلفن بذار رو آیفون. اگر من دروغ گفتم خودم با دستای خودم رو حلق‌آویز میکنم، خوبه؟ نه بار بودم. به جان خودم نزدیک بشی، جون بچه در خطره ها. نکن اذیت نکن. ببین هانی گوش کن، هیچ راه فراری نداری. یا امروز میبری اقدم میکنی یا همینجا هلاکت میکنم. باز بچه رو فشار دادم زد ازش بیرون. اینم شیرینیش، نوش جونت. صدا، دوربین، حرکت. چشیست به خدا چشمه آبه، خورشید تو چشات یه عمر خوابه، گوشه چشات یه دونه خاله، چشماتم مثل خودت باحاله. ای وای که دارم اسبا میافتم، خوب شد تمام حرفامو گفتم که تو رو میخوام هوارتا، هر وقت که میای بیرون تو بپا. گفتم که تو رو میخوام هوارتا، هر وقت که میای بیرون بپا. همه برام برو بسته شده، سینم از دست من خسته شده. یکی اومد آرزوهامو سوزون، خودشو به جای من هر جا نشون. هرچی کاشتم همه رو دزدید و برد، آبروما ریخته شد حقم خورد. واسه من میله های زندون و ساخت، دل من بی اشتباه بازی رو باخت. بپا که دارن چشماتو میپان، بپا که دارن نگاتو میپان. گفتم که تو رو میخوام هوارتا، هر وقت که میای بیرون تو بپا. گفتم که تو رو میخوام هوارتا، هر وقت که میای بیرون تو بپا. کار آدامس میخواد یه لا چقدر تو هنوز زنده ای؟ چی؟ بابا بیخیال پدر سوخته. غلط کرد نایب جان، اشتباه شده. من نمیفهمم، سرش به جای خوره، دستیسه کردم براش، دشمن داره، نمیدونم به خدا. هیچی، فقط اون روش در اومد. حالا به حرف من رسیدین؟ پیری مواظب حرف زدنت باش. زن گرفتم، به قول خودتون خلاف شهر که نکردم. ضمناً تا 4 تاشم آزاد. بفرما خواهر تحویل بگیر، جوون شاخ شمشادت. حرف زدنشم لا اله الا الله. نه مس خودتی. ببینم خودت چند تا سیغه‌ای داری؟ من جنازه دخترم هم رو دوشتون نمیندازم پسر جلف هورمونی. آقا جان یه چیزی دیدیم جلوش رو جره بدم. هستی قربونت برم، بیا بشین رو پای خاله. بیا اصلا بابامم قبول کنه. تو فکر می‌کنی من هنوز میخوام زنت بشم؟ باورم نمیشه امیر. این تویی داری این حرفا رو میگی؟ نه دیگه همه چی تموم شد. خب غلط کردم. نه
دیگه دیره. چی رو دیره؟ من نمیذارم دیگه کسی تو رو از من بگیره. نه غلط کردم، منو ببخش. به من میگی پیری؟ من نگفتم پیری، من گفتم پیری. من گفتم چی کار باید بکنم که شما منو ببخشید. هر کاری بگم انجام میدی؟ بله. دیگه حق نداری از این کارهای تئاتر و کمدی انجام بدی. حق نداری. بله قول میدم از این لحظه دیگه هیچ وقت جلو دوربین نرم. حق آلبوم دادن، این مطربازی ها یا آواز خوندن هم نداری، حتی داخل حمام. قول میدم، قول محضری. حق سود زدن هم نداری. چشم. پس مبارکه. آقا جون یعنی چی مبارکه؟ هستی جان عزیزم، خاله جان، من همه چیز خودم درست راستی میکنم. حاج آقا نایب با اجازتون یه روزی قطعی کنیم برای روز عقد عروسی انشالله به امید خدا. اول باید تاریخ عروسی ما مشخص بشه. بفرمایید. والا آقای محجوبی بیا. چیه؟ به جای زن گرفتن فکر مامان جونت باش که داره میپره. تا جونت در بیاد سر تختگیه. خواهش میکنم زنده باشین. خیلی خوب، ما فردا صبح شما دوتا رو میبریم یکی میکنیم، به شرطی که پشت سرشم ما دوتا یکی بشیم. آقا یکی 2000 غیرت اضافی نداره به این قرض بدیم؟ برو گم شو. بله بفرمایید. آقای عباسی اومده دم در. عباسی کیه؟ آقا مدیر تولید همین کاری که داری بازی میکنی این فیلمه. مردک آدرس اینجا رو چرا دادی؟ به جون خودت نانا من اصلا نمیشناسمش. دروغ میگه، پاشو ببینم چش سفید شیاد. دست ازم به من فروک میشم. مرد نایتابی این چه وضعشه؟ چطور چه دمگی باید کرده؟ بهت میگم اونجا همه از تیر تو هم از صبح تالا. من نمیام. نمیام؟ نه خیلی. چرا اینجوری صحبت میکنی تو؟ چه؟ همون چپ گرفته همون فیلم رو گرفته؟ بیا بیرون بابا. نمیام. من میبرم تو رو بابا. میبری منو بیا بیرون. اینجا میکنی؟ تو غلط میکنی ببرید داماد منو. میخوای ببرنت بندازنت داخل یکی از این دستشویی خراب از بی اکسیژنی بمیری؟ چایدی؟ گول بیابونی؟ ولش کنید آقا جون. راست میگه آقا جونم پارتی داره میدن بدبختت بکنه. ببین تو رو ممنون کارت میکنم. اصلا ببین چیکارت میکنم. ممنون معاملت میکنم. ممنون نفست میکنم. بی تربیت. پناه بار خدا. نه نکنه راست بگه. یک بار دیگه کلماتی مثل نانا، نونو، نینی از اینها به کار ببری بیچارت میکنم. آقا جون قطعا میدونه البته متوجه نمیشین، ولی این پسر من مطمئنم یه ریگی به کفشش هست. با همه خریت دین باید موافقم. آقا جون میگم الان ماشینای خیلی راحت تر از این اومده ها. خیلی راحت تر، خیلی. لگن رو میداشتی خونه با آژانس میومدی آدم با لگن نمیاد تعقیب و گریز که آخه. بمانو صدا تو به این ماشین توهین میکنی؟ نمیدونی اون بابای اوراقت پشت همین ماشین به دنیا آمده؟ پس من میگم اینو میذاشتی خونه نو بمونه خراب نشه دیگه. پس الان دوتا کاکلزری خودت میخواد این پشت به دنیا بیاد. بعدشم خدای نکرده زبونم لال میراث فرنگی منو تو رو با این ماشین بگیره چکیمون میکنه. چی؟ هیچی بابا، میگم برو گاز بده. آبا تو من میگم دوتا خر لیزینگی میگرفتی بهتر از این ماشین بود. اینم یه حرفی شد. شب خونگریم از درد شیدایی، چه کنم آخر من با رنج تنهایی. بیهوده آتش مزم بر جانم ای غنچه خندانم با من وفا کن. چه کنم بزرگ جونم ماشین امیر خودشه. آره خودشه، گاز بده برسی بهش، گاز بده. شب از تو من شوقه و دلم تا دلم که از تو الو
امیر جون سلام. سلام نانا. صدا چرا اینجوری شده؟ یه ذره سرما خوردم. شما؟ دم شما گرم. منم کیه؟ آقا لطیف پورم. یه فیلم نامه دارم. باقلواست. راست کار خودته. من دیگه نمیخوام بازی کنم. الان خیلی خستم. برو سر اصل مطلب. میدونم نرخت بالا رفته. 30 تا خوبه؟ 30 میلیون؟ خیلیه که باشه، فقط شرط داره. 20 میلیون پیش میگیرم تا 2 ماه دیگه هم حال حوصله ندارم جلو دوربین برم چون گفتم خستم. 10 میلیون بقیه‌اش هم روز اول فیلم برداری میگیرم. باشه گلم؟ تو بیا ببند. زمان اونو با هم دیگه هماهنگ کنیم. فقط آدرس من بده بیام پیشت ببینم. بیا بابا. بیا بابا. تو چه لباست عوض نکردی؟ بابا خودت گفتی اینجا وایسا دیگه. لباست به جن میده. برو ببینم. برو عوضش کن. برم. بله. داد میزنی. ببخشید یه لحظه این گوشی تو بدم. امیر خب خیلی مخلصی. فیلم برداریه؟ نداداش دوربین مخفی. چه بوی گندی میدی؟ برای گیری من مواد طبیعی استفاده میکنی؟ الو جلیل، به خدا دیگه امشب برادری رو گذاشتم زیر پا. یا امشب یه قرار با من میذاری یا به ولای علی با مأمور میام کت دسته میبرم. به داداش کوچیکه، صداتو خیلی آشناست. حالا چرا انقدر خشونت فدات شم؟ آخه تو کی میخوای آدم بشی؟ تو با این زن بدبخت چی کار کردی؟ با منی که برادرتم چی کار میخوای بکنی؟ آخه تو چی میخوای؟ نخوش شیرت خوش میشه. حضوری که دیدمت همه چی واسه توضیح میدم. تا یه ساعت دیگه خونه بودی دیر بکنی به جون مامان یکی میشم این خودت. فهمیدی؟ وای نه داداش ممنونتم. خواهش میکنم همه جان، فقط خیلی بو میدی. یه همون برو. موبایلم که دور انداختنی شد. علی بفرمایید. الو بروز سرتخت کدوم گوری هستی؟ خیلی خوب بابا، چی شده حالا؟ حرفتو بزن. خاک بر سرت کنن. امیر از دست آذر در رفته، گفت تا یه ساعت دیگه خونه. تاکسی در بند. باره دیگه آقا. چه بویی میاد؟ باره دیگه. من دست کم گرفتی ها. ملک رجیت میکنم حالشو جا میاره. کار من و تو نیست. یه 2-3 تا قلچماق سیبیل در رفته برمیداری میاری، یه 10 روز میبریدش توی سوراخی مخفیش میکنید. من بار خودمو بستم. بروز دیر کنی به جون خودم میندازم سر تخته وا. خودت میدونی که بیمایه فتیره. خب خفه شو. هرچی سیبیل کلفتر، هیکل گنده تر، مایه درشتر. امشب علال حساب 10 میلیون میکوبم تو دهنه. دیر نکنی یا این دیوونه امیر قاطیه وا. حالا که پای پول وسطی نگرانت هیچی نباش. الان خود واجی رو میارم. سرشو گرم کن اومدم ها. چیزی شده آقا؟ برو پایین خفمون کردی. بیا پایین بینم خفمون کردی. ماشینو به گند کشیدی. بدو پایین بینم بدو. ببخشید مثل اینکه شما بنده رو به جا نیاوردین. یعنی چی؟ بنده امیر محجوبی هستم. بنده هم جنیفر لوپزم. منتها از بوی گند تو موهای دماغ من کس خورده. بیا پایین ببینم. مشکل شما چیه؟ پول میخواید؟ پول خب من پول تقدیم 100,000 تومان خوبه. 100,000 تومان؟ بگی بریم. ببخشید من فقط یه ذره به بو حساسیت دارم. بریم.
آقا ای بابا مگه آدم انقدر بو حساس میشه؟ مدرسه مگه تو خودت حالا بچه بزرگ نکردی؟ ای بابا نه بعد از چم قربونت برم. ببین ابرو باریک خیلی بیشتر بدون نه دورت بگم دست کسی ندی صورتتا خودم میام واسه درست میکنم. باشه گلم جان یه لحظه گوشی قربونت برم. من بعدا خودم بهت زنگ میزنم. بای. سر تخته بشیرنه بالاخره برگشتی ها. جلو نیا با من ریخت و قیافه چرکه. حیف که داداشمی وگرنه به جون مامان میکشتمت. آروم باش خشن. آدم بعد این همه سال داداش چه میبینه اینجوری باش برخورد میکنه. چی بری؟ من خر نمیدونم اصلا واسه چی به تو میگم داداش. تو با خودی ها یه همچین معامله میکنی؟ با غریبه ها چه غلطی میکنی؟ غریبه ها به تو شرف دارن. خفه شو ببینم. آخه تو واسه چی انقدر از من کینه داری جلیل؟ جلیل درد، جلیل زهر مار کثافت. تو میدونی من از این اسم متنفرم. از خودت متنفری. اسم تو میتونی عوض کنی ولی ذات تو چی؟ خجالت نمیکشی نه؟ آخه به من بگو چرا چی؟ اون روزی که با مامان افتاده بودید رو مال و اموال بابای بدبخت من فکر نمی‌کردی که یه روز بعد پسش بدی هان؟ از حلقومت میکشم بیرون. کدوم ارث میراث؟ اون بابای بدبخت خدا بیامرز اون که به جز یه مش بدهی چیزی واسه مامان ارث نذاشت. پس اون زمینای دماوند که هکتار فروخته دی لیوان آبم روش چی؟ اون زمینایی که بیشترش زراعی بود مون دست همون بنده خدایی که داشتن روش کار میکردن. اون بخشم که واسه بابا بود. بابا سنداشو گیر گرفتار کرده بود. مامان تا چند وقت پیش داشت بدهیاشو میداد. تو فکر کردی ما میتونیم سرمت رو بخوریم؟ احمد گندی میدی. این شهرت، زندگی خوب، آرامشی که داری اینا همه سهم منه. کدوم آرامش؟ من واسه کارم جون کندم. بعدم تو زندگیم تنها کاری که نکردم این بود که در حق مردم نامردی نکنم ولی تو کردی. هستی چی؟ اون که خودت میدونی از بچگی مال من بود. مال تو بود؟ یادت رفته سر شیر یا خط انداختیم من بردن؟ اون سهم منه. غلط کردی شیر یا خط کردی. اصلا این بس منصفانه نیست. چرا؟ چون دارم از گندت خفه میشم. اول بیبر گم شو هموم یه دوش بگیر سر تخت خودتو بشور بعد بیا بشین اینجا با من بحث کن. اصلا آدم نیستی. عاطفه نداری. بدبخت این بوی بچه خودته. باید بو کنی کیف کنی. یالا بیا بو کن. خفه من اصلا بچه ندارم. بیا بو کن. من نمیرم اون ولم شو. نکن در قفله. بی خود جون نکن. میشیر آب داغم باز کن. در باز کن یه دقیقه. گندش کل ساختمونو برداشت. یه دقیقه در باز کن. من دو کلام با حرف بزنم بعد خودم دارم میرم تو همون دیگه. الو سلام مرد. کدوم گوری هستی تو؟ یه دقیقه در باز کن دیگه. این مردی که بیلاقو بفرست دیگه. بجون. ولی یه چیزیو بگو. خدافظ. کاری که بابامون بابا کرد تو الان داری با بچت میکنی احمق. صفر بشور خودتو. از ته اعماقت هم بشور خودتو. من ناموس بشی. در قفل میکنی؟ فکر کنی من نمیتونم در باز کنم؟ این بچه طفل معصوم اون زن بدبخت رو ول کردی بلند شدی اومدی اینجا دنبال کثافتکاری ها و آشغال بازیات. جلیل ببین داداش من ببین چی دارم بهت میگم. جلیل ببین میری دست آذر رو میگیری بلند میشیم میریم خونه حاج نایب. من دارم با کیه؟ جلیل بله پوزش میخوام از اینکه مصدق اوقات اولیا علیه شدم. خدمتتون رسیدم کنتور رو چک کنم. خواهش میکنم بفرمایید تو ولی آخه این موقع شب مؤدب شفته. ببخشید آقای محجوب این موقع شب مزاحم شدم. بچه‌های من که اصلا عاشق شما.
این کنتور جلوی درش. شما برای چی داری میای تو عزیز من؟ میدونم مجبور عرض داشتم خدمتتون. آقا شرمنده اولی چی رو شرمنده؟ پولش میخوام. منو به زمین. دیلا جسارتا اگه ساکت نشید مجبور میشم ساکت کنم. منو به زمین. زمین نرفته جلیل. آی وای بردنش کشلنش بردنش جمعشون رو ببین روانی منو بس زمین یا من سلام علیکم. این آقای محجوبی پاک و پاکیزه خدمت شما. سلام عزیزم چطوری؟ خوبی؟ محسن داداش تویی؟ این آدم توه؟ نوکرتم امیر جون منو ببخش. مرد حسابی آخه اینجوری مهمون دعوت میکنن؟ بابا تو به من قول داده بودی 3 شبه دارم تبلیغ میرم 10 دقیقه دیگه هم آنتنه. تلفنتم که جواب نمیدی عزیزم. من با این ریخت و قیافه برم جلو دوربین؟ بودو قربونت برم برو آرشیو لباس هرچی دلت میخواد بپوش. تو منو ول کن آقا جون من خودم میرم دیگه. این آقا 10 بار سیبیلش رفته تو چشم من. چشش نکن برو عقب آقا بریم هر وقت بگی میریم. بابا کامبیز فدات شم. تو چرا اینجا نشستی؟ تو مامان که به هم محرم شده. خب برو بشین پیشش ناناز. دست زمنده به سر بیایا ناخونم برگشت. تو چی اینجوری نگاه میکنی؟ مورد شور برده؟ عشقم کو؟ هستیم کجاست؟ هستی؟ هستی بابا هستی؟ ده آقا خجالت بکش. این خونه حرمت داره. جا این جلفازیا نیست. برو چی سر جات. وا چته خب زنمه. نشی من ناز بشی. دام انداختم و آوردم توی برنامه. امیر جان یه حال و احوالی با بیننده ها بکن امشب خیلی با هم حرف بزنیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. آقا محسوری میگه به دام انداختیم انگار ابر بنگال گرفتن. من در خدمت شما هستم. خب اول 3 پیام کوتاه برنامه رو بعد تو اینجا چیکار میکنی مردک؟ خودت اونجا نشدی زربست. امیر من 1 آدم خوبیه 2 بازیگر خوبیه 3 هیچ کدام. شوخی میکنی قول بیابونه؟ نه بابا موجود هرچی میگردم پیدا نمیکنم. کوچه شیشم پلاک 14 نداره. چطور تو هنوز نرسیدی و نمیتونی پیدا کنی؟ کوچه ششم پلاک 14 همین. یک ساعت دارم تعقیبت میکنم نامرد. خب امیر جان از کجا شروع کنیم؟ والا چه عرض کنم شما خیلی هم حرف گوش کنین. از هر جا دوست دارید شروع کنید. دلم میخواد این کارو کی زد کردی شلک؟ حالا دیگه اینقدر از دست رفتی که بدون هماهنگی با ما میری یه جا قرارداد میبندی. آره پس ما اینجا چی مو چه اتفاقاتی میفته؟ ای وای شوره جون باز که تو عینک تو شکستی. عینک دیگه همراهت نیاوردی؟ نه خواهر نیاوردم. همین الان میرن تو ماشین عینک برات میارن. زحمت میفتی مشتی خیلی ممنون دست شما درد نکنه. آقا جون این وقت شب همین الان برمیگردن. تو مجرد یا متأهل؟ نسبتا متأهل. یعنی چی؟ یعنی اینکه 50-50 چی پوشیدی؟ من و مامانم چون کچرمتو نپوشیدی. دختر یه بار این مثل بچه آدم لباس پوشیده چش نداری ببینی. خانواده‌اش کلا ناراضیه. اما یه سری شایعات هم هست که حتما خودت شنیدی. این که زنده است. پس چرا خالد چی نمیگه؟ راست میگه این برنامه میشه زنده پخش میشه. و اگه اون زنده است پس لابد من مردم. همین مونده فقط ببرن سر تخته بشینن. این برنامه هفته پیش ثبت کردیم. چرا دروغ میگی؟ این یارو تا دیروز داشت در به در زنگ می‌زد اون دنبالت میگشت. واه 2 دقیقه حرف نزنید بذارید ببینیم چی میگم. از زندگی‌های خصوصی ما بیرون میاد که ماها رو به دردسرای وحشتناکی میندازه. منم این حرکت‌ها رو به شدت غیر انسانی میدونم اما در مورد تو میخوایم ببینیم کدومش درسته کدومش نادرست. حالا اگه موافقی از خبر مرد 3 زنه شروع کنیم خوبه؟ مرد 3 زنه که اخیراً تیتر جراید زرد شده اسم آخرین فیلمم بود که قرارداد بسته بودم که البته با پیشنهاد پدرزنم قراره که اسم این فیلم عوض بشه. از همجا به پدرزنم و همسرم و مادرزنم و کل خانواده سلام میکنم. آقا جون این برنامه زنده است. این قضیه یه جایش داره میلنگه. حالا من گفته باشم نگین نگفت. امشب تا دلت بخواد اینجا غافلگیری داریم. موافقی اولیشو بشنویم یا نه؟ من نمیدونم جریان چیه.
حاج نایب محمودی؟ پدرزن آقا امیر دیگه. بفرما آقا، خودم هستم. شما این برنامه رو میبینی؟ تا چند ثانیه دیگه رو آنتنی. کجا آقا؟ رو آنتن. آقا جان من چی باید بگم؟ خوب هستین شما حاج آقا؟ امیر جان نمیخوای با پدر خانومت حال احوال کنی؟ چی آقا؟ حاج نایبه؟ سلام عرض کردم آقا جون. خیلی نوکریم. آقا جان اینجا چه خبره؟ حاج آقا صدای ما رو دارین؟ مثل اینکه خط دچار مشکل شده، با هم یه نگاه به آمار پیامک‌ها بریم. میتونی من بگی اینجا چه خبره؟ بیا گلم تحویل بگی. 700,000 نفری تخمت گذرده از آب در اومد. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. که خود امیر 29% گفتن بازیهاش و 1% هم گفتن هیچ کدام. آمار جالبیه نه؟ امیر مادر جلیل مادر جلیل تو بالاخره برگشتی مادر ای نامرد کنار دختر من چی کار میکنی؟ جناب حمام چرا خودتو جای امیر کردی؟ آقا جون من از اول به شما نگفتم این یک کاسه زیری نیم کاسش هست؟ گفتم یا نگفتم؟ من گفتم این مارمیزه پس همه این کله خود زیر سر تو بود. چرا با آبروی من بازی کردی؟ چرا؟ باش در بکن. چشم آقا جون. چرا؟ بیچاره امیر تو خرابش کردی، تو بذار اینو تو حلقت فرو کن. خوب اشتباه کردم. آقا جون آذر خانوم آمدن، الان همه چیز برملا میشود. چه خبر آقا؟ الان براتون توضیح میدم. از دست من فرار میکنی مزمار؟ به مرگ تو من هیچی نگفتم، میخواست داخونامو با امور دست بکشه. خوبی نرم از جون انقدر دنبالت گشتم بال بودم. ببین یک کلمه دیگه حرف بزنی با ناخونگیر زبونتو از حلقومت میکشم بیرون. حالیت چاقونه چرا؟ وای با چاقونه با چاقونه. با آبروی من بازی کردی. شما نوبتون نگه دارین تا به موقعش به شما بچه داری یاد بدم. چله وایسا. تصاویری که دیدید مربوط به محل نگهداری کودکان معلول ذهنی بود. درست میگم دیگه امیر جان؟ این از همون تصاویر شخصیه که بهت گفتم ممکنه درد سرساز بشه برای ما. من در نمیخواست این کارو میکردی، الانم بیشتر از این موضوع بازشم. الو الو بله الو آقا قطع شد، تا 3 شماره میشمرم رو آنتنی. بله 3 2 1 بفرمایید. الو امیر. سلام مجدد عرض می‌کنم آقا جون. سلام بابا. سلام پسرم. حاج آقا اگر شما میخواستید توی این نظرسنجی شرکت کنید کدوم گزینه رو انتخاب میکردید؟ الان که فکر میکنم میبینم این بچه نسبت به اون آدمایی که باهاش مقایسه میکنم خیلی پسر صادق و خوبیه. همین که مردم دوستش دارن باعث خوشحالیه. من آقا شخصا هر آدمی که مردم رو بخندونه و خوشحال کنه خودم شخصا قلبم دوستش دارم. پس آقا جون اگه موافق هستید تاریخ عروسی رو همینجا مهر کنید رو تقویمتون. آقا جان اون یه بحثی حالا انشاءالله در موردش بعداً صحبت میکنیم. چه خوبه که برنامه ما تو این امر خیر شریک باشه. حتما برای بیننده های برنامه‌مون هم جالبه. فقط ممکنه تعداد مهمونات یکم بره بالا دیگه. خواهش می‌کنم قدمشون رو چشم. آقا جون پس اگه موافق باشید ما عید نوروز رو به میمنات مبارکی آتیش کنیم. آقا جون مبارک ایشالله. مبارک صاحبش باشه. میگم هستی بابا به خوابم یه همچین روزی رو نمیدید. امیر فراموش
نوش کن دیگه. چاکرتی. فیلوشا خانم رابطتون با دوغ چطوره؟ فقط نوشابه. از یه ذره واسه ریز بیا. حقته تا تو باشین گرد دست من فرار نکنی. بازم دست دادوش تعمیر درد نکنه با وجود این همه بدی که بهش کردی بهت خوبی کرد. بیا خانومم گلم دنبالم. چطور بود تو چه سخنگوی؟ دست شما درد نکنه. منو نگاه کن. داریم میریم دست جمین ماه اصل. حجنه باید بلند شه. 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 عزیزی دختر میگه دیگه چاش بینا باشه. لعنت بر چیتون خانم خجالت بکشید. آقا بس دیگه. پس عشق نریز و بیا آره فردات میشه چون که بلایی تو بذار ببینم موهای تلایی تو با تو بده نرسی به آرمه با تو وجود من رفت تو فردات میشه تو روزای فرد و زور تو منو دوست داری آره این قلب من تازه کاره بای 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 میره من کوش بای 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 میرم از روش حال میدا کجایی پس